سلام به زبان آموزان عزیز و علاقه‌مندان به زبان آلمانی. بهبانی هستم با یک ویدیو آموزشی کوتاهی در خدمت شما. در این ویدیو آموزشی این بار می‌خوایم به بحث ایمپراتیو یا همون وجه امری در زبان آلمانی بپردازیم. می‌خوایم ببینیم در کدام زمایه می‌توانیم وجه امر بسازیم و شیوه ساخت فعل امر به چه شکلی خواهد بود. وجه امر یا همون وجه دستوری بهش اطلاق میشه. در حقیقت برای اینکه ما یک شخص رو مورد خطاب قرار بدیم، بهش میگیم برو، بیا، بشین، پاشو، حالا به صورت مؤدبانه یا به صورت دوستانه این کار رو انجام بدیم، اما که نحوه ساختش به چه صورته رو الان با هم میبینیم. در قسمتی که بحث وجه امره میگن غالباً فعل امر در حقیقت در دو حالت، یکی دوم شخص مفرده، یکی دوم شخص جمع هستش ساخته میشه، یعنی دو و ایا. ضمیر دو در آلمانی و ضمیر ایا یعنی شماها میگن این دوتا قالبه در حقیقت ساخت بچه امره. اما خب ما دوم شخص مفرد توی مؤدبانه هم که میشه زی و البته خود اول شخص جمع که میشه ویا هم براش بچه امر داریم. حالا هرچند برای ویا معمولا آلمانی‌ها با لاس اونس استفاده میکنن. لاس اونس گیهن، لاس اونس تانسن، بیا بزن برقصیم، بیا بزن بریم فلان جا، لاس اونس لوس فارن، بزن ماشین روشن کن را بیفتیم و غیره. اما کلا بچه امر فقط مختص به دو و یا ایا نیست. برای زی مؤدبانه که میشه شما و حتی ویا که میشه ما میتوانیم بچه امر رو بسازیم به راحتی. نحوه ساخت بچه امرم به این صورت در آلمانی. شما یک فعل دارید، مثلا زاگن رو میایم همون که صرف میکنیم چیکار میکردیم؟ ان یا ان رو که به اون نشان مصدر یا اینفینیتیو اندون هست رو از انتاس حذف میکنیم. آنچه که باقی میمون رو بهش شناسه صرف فعل اضافه میکنیم، مثلا ایش زاگه، دو زاگس، اسی زاگ، یه زاگن، یه زاگ، زیزی زاگن. تا اینجا فعل صرف میکردیم. در بخش امر تقریبا همین روند رو داریم. میام ان رو حذف میکنیم از ریشه فعل، چی باقی میمونه؟ زاگ. این دقیقا میشه بگو، یعنی امر به دوم شخص مفرد. دیگه دو هم نداریم، دیگه دو وجود نداره، دیگه شناسه صرف فعل برای دوم شخص مفرد که استه بود رو دیگه نداریم، یعنی دو زاکست که میشه تو میگویی، جمله خبریه. دو حذف میشه، استه هم حذف میشه زاگ، یعنی بگو. همینو بهش ت اضافه کنید، زاکت میشه امر دوم شخص جمع، یعنی بگویید، شماها بگویید. و ما یه دونه موقعی که صرف میکنیم گفتیم ویا زاگن، مثلا ایش زاگه، دو زاگس، اسی زاگ، ویا زاگن، ما میگوییم. مثلا میخوایم بیا حقیقت رو بگیم به هم دیگه، میشه زاگن ویا زاگن، جاشو عوض بکنید زاگن ویا، بچه امری ساخته شد. یا زی زاگن، شما میگویید، میشه زاگن زی، شما بگویید، بچه امر شد. پس تو قسمت ویا که اول شخص جمع و زی مؤدبانه بهش میگن هوفلیشکایتس فرم، مؤدبانه تو که میشه زی، فقط کافیه جای فعل و فاعل رو عوض کنیم. زی زاگن، زاگن زی، شد بچه امر. ویا زاگن، زاگن ویا، شد بچه امر. برای دوم شخص مفرد گفتیم چیکار میکنیم؟ زاگن رو انش رو حذف کنید، زاگ بگو، شد دوم شخص در حقیقت مفرد بچه امر ساخته شد. همین رو یه ت اضافه کنید، زاکت، دوم شخص جمع امر ساخته شد. حالا باش جمله میسازیم، مثلا زاگ دیوار های، به دوستتون میگید، مثلا مجید، محسن، اکبر، زاگ دیوار های، حقیقت رو بگو، امر دیگه، حقیقت رو بگو. حالا مثلا دو تا دوست با هم میگن، خود شما هم تو اون بین هستید، میخواین هم به خودتون هم به اون جمع امر کنید. بهشون چی میگیم؟ میگیم زاگن ویا دیوارها، بیایید حقیقت رو به هم بگیم. زاگن ویا دیوارها، بیایید حقیقت رو به هم بگیم. فاغن ویا لوس، بیا را بیفتید. شما خودتون تو اون جمع دوستانه هستید و هم به اون دوستان هم به خودتون که تو اون جمع دارین امر میکنید، بیایید با هم برقصیم. از استفاده میکنیم. هرچند در آلمانی بیشتر از کلمه لاس اونس گفتم، لاس اونس تانسن، لاس اونس گیهن، اما برای وجه امر در اول جمع هم وجود داره با عوض کردن جای فعل و فاعل.
تو دوم شخص جمع گفتیم به راحتی باز شناسه سطح فعل رو حذف می‌کنید، یه ت میدید. sagt die Wahrheit، حقیقت رو بگید. به 2 نفر یا بیشتر داره امر میشه. وقتی ت میگیره sagt به 2 نفر یا بیشتر داره امر میشه. و در انتها مؤدبانه تو که گفتیم sag die Wahrheit میشه sagen sie die Wahrheit، حقیقت رو بگویید. به 1 نفر داره امر میشه اما مؤدبانه. پس ساخت وجه امر که ما اونجا به زبان فارسی هم توضیحش رو دادیم، الان هم خدمتتون گفتیم. به همین راحتیه. فعل رو انش رو حذف کنید میشه مثلا زاک، مثلا کوخن میشه کخ، بپز. کوخن آشپزی کردن دیگه. کخ یعنی بپز، آشپزی کن، درست کن. ماخه میشه ماخ، انجام بده. مثلا ماخ اشپورت، ورزش کن. به دوستتون میگید ماخ اشپورت. همین ت بهش بدید ماخت اشپورت، ورزش کنید. به 2 نفر یا بیشتر دارید امر میکنید. ماخن زی اشپورت، مؤدبانی همون ماخ اشپورته، مؤدباش میشه ماخن زی اشپورت. حالا خودتون دوستاتون به همدیگه میخواین به یک جمعی که خودتون هم داخلش هستید میخواید امر کنید میشه ماخن ویا اشپورت، بیاید بریم ورزش کنید. ماخن ویا اشپورت. به همین راحتی ما میتونیم وجه رو بسازیم. حالا میخوایم مؤدبانه کنیم. برای مؤدبانه کردنش اونجا ما یه سری الفاظ استفاده کنیم برای وجه امر. مثلا بیته، لطفاً. ماخن زی بیتا دی تور سو، لطفاً در رو ببندید. بیته استفاده میکنیم. حالا چه بخش دوم شخص مفرد، چه اول شخص جمع، چه دوم شخص جمع، چه توی مؤدبانه فرق نمیکنه. شما بیته رو میتونید استفاده کنید. شما باید دوستتون هم میتونید یا علی لطفاً در رو ببند. دوستانه است اما لطفاً دارید استفاده میکنید. بهش دارید احترام میذارید. یا مثلا دارید مؤدبانه صحبت میکنید ماخن زی بیت دتوا، بازم اینجا که دارید ماخن زی استفاده میکنید که داریم در حقیقت همون توی مؤدبانه است، بازم کلمه بیته میتونه استفاده بشه. پس کلماتی مثل بیته، بیتمال، دخ بیتمال، اینا höflich höflicher und am höflichsten یا freundlich freundlicher am freundlichsten، مؤدبانه‌تر مؤدبانه‌تری. وجه امری رو از خاطر خشکی و دستوری رئیس مرعوسی در میاره، امر رو دوستانه میکنه. این نحوه ساخته وجه امر به همین سادگی که خدمتتون گفتم. اینجا مثال هایی هستش که میتونید ببینید در تصویر. فعل هایی مثل ماخن برای دوم شخص چی میشه؟ گفتیم ان رو حذف کنید چی باقی میمونه؟ ماخ. الان ماخن انش رو حذف بکنید ماخ. و همین راحتی وجه امرش ساخته شد. گفتیم تو بیا چی کار میکنیم؟ فقط کافی جای فعل فاعل عوض کنید، صرف هم نیاز نداره، همون ماخن دیگه. ماخن بیا، بیاید انجام بدید حالا فلان کار رو. مثلا ماخن بیا تی، بیاید چای دم کنید. یه حرف دیگه ماخن بیا اشپورت، بیاید با هم ورزش کنید. ماخت گفتیم برای دوم شخص جمع که میشه یا همون باز شناسه صرف فعل رو حذف ان رو حذف کنید، نشون مصدری رو یه ت بهش اضافه کنید، دوم شخص جمع ام ساخته شد. برای مؤدبانه تو که همون دو در حقیقت دوستانه مونه، زی میشه مؤدبانه‌اش، کافیه که بگیم ماخن زی. برای کوخن، زوخن، هورن، کومن، گین، چه افعال با قاعده، چه افعال مثل کومن، گیهن بی قاعده. نحوه ساخت وجه هم به همین سادگی گفته شد. در موقع استفاده از کلمه بیته، بیتمال، دخ بیتمال هم میتونید استفاده کنید که وجه امرتون از دستوری و خوش بیرون بیاد. بعضی میپرسن ما بیته رو کجا بذاریم؟ بیته میتونه ابتدای جمله بشه، مثلا این بیته ماخت das Fenster zu. میتونیم بعد از فعل امرمون بذاریم ماخ بیته das Fenster zu. میتونیم انتهای جمله هم بذاریم ماخ das Fenster zu بیته. پس ابتدا بعد از فعل صرف شده امرمون، بعد از فعل امرمون و بعد از انتهای جمله. پس ابتدا بعد از فعل امر یا انتهای جمله میتونید بیته رو بیارید. اما بیتمال، دخ بیتمال باید بعد از فعل صرف شده باشه. مثلا این ترکیب بیتمال نمیتونه ابتدا بیاد حتی یا انتهای کار بیاد، باید درست بعد از فعل صرف شده. اما کلمه بیته، فقط بیته میتواند ابتدا بعد از فعل یا انتهای کار بیاد. اینا فراموش نکنید. پس ما وجه امر رو به همین راحتی میتونیم بسازیم، هرچند استثناءاتی در ساخت وجه امر وجود داره. مثلا بعضی افعال هستن که وکال وکسل داشتن. در ویدیوهای آموزش قبلی ما راجع به وکال وکسل مفصلا صحبت کردیم. فعل‌های مثل فاغن، فعل‌های مثل شتربن که گفتیم در دوم شخص مفردشون ممکنه آ املات بگیرن. کلا حرف استعدادا ممکنه
تغییر بکنه، از ا به ای یا از ا به ای کشیده مثلا تغییر بکنه، مثل اشترشن، مثل ترفن یا مثل فعل لیزن، زیهن. اینا میتونه تا 260 مفرد خودشون وکال وکسل داشته باشن. اینها چطور امرشون ساخته میشه؟ فعل زاین به معنی بودن، هابن داشتن، وردن ویسن و خیلی از افعالی که از قاعده های صرف آلمانی تبعیت نمی‌کنن، خودشون به صورت استثناء هستن. این افعال چطور وجه امرشون ساخته میشه، اینا رو حتما در ویدیوی آموزشی بعدی خدمتتون خواهم گفت. اگر که تا اینجای کار ویدیو آموزشی برای شما مفید واقع شده، حتما ما رو با سابسکرایب و نظراتتون حمایت بکنید. زنگوله هم به صدا در بیارید که هر بار که ما ویدیو آپلود می‌کنیم شما بتوانید جدیدترین ویدیوهای ما رو داشته باشید و ببینید و در انتها لایک فراموش نشه. پس ما بخش امر اینجا تمام نمیشه. بخش امر در 2 و 3 ویدیوی آموزشی دیگه کامل خواهد شد. این بخش اول از بخش امر هستش که ما چطور میتونیم افعال با قاعده بی‌قاعده به طور کلی بخش امرشون رو بسازیم و چطور مؤدبانش کنیم با بیتمال، دو بیتمال. حالا افعال اگر جدا شدنی بود، جدا نشدنی بود، اینها رو چطور میشه انجام داد؟ چیز سختی نیست. همین مثالی که اینجا خدمتتون گفتم مثلا یک نوع فعل جدا شدنی بود دیگه. سو الان از جدا شده، سو ماخن، این فعل سو ماخن بوده، جدا شده. پس نشون میده که وقتی ما داریم بخش امر میسازیم درست مثل صرف فعل معمولی پیشوند جدا میشه، میره انتهای جمله‌مون قرار میگیره. پس در حقیقت اگر کسی صرف فعل رو به خوبی یاد گرفته باشه، دقیقاً میتونه به راحتی وجه امر رو هم بسازه. من نمونه‌هایی از سوال‌ها و کویزی رو در خصوص همین بخش از وجه امر در کانال تلگرامی خواهم گذاشت. عزیزانی که میخوان خودشون رو بسنجن که همین بخش از وجه امر رو آیا به درستی متوجه شدن، میتوانن این کویزها رو پاسخ بدن. اگر هم یک موقع پاسخ غلطه اما شما دلیل غلط بودن اون پاسخ رو نمیدونید، میتونید به بخش کامنت ها بپرسید سوال چرا غلطه، چرا مثلا من اینو زدم اشتباه بوده، مگر صرف فعل یا مثلا وجه امر فلان فعل اینطور نمیشه طبق قاعده‌ای که گفته شد. اگر سوالی هست توی بخش کامنت ها میتونید بده که زیر هر کویزی، هر سوالی بخش کامنت وجود داره و میتونید سوالاتتون اونجا مطرح کنید و ما هم در اسرع وقت حتما بهش پاسخ خواهیم داد. ما شما رو با یک برنامه آموزشی دیگر به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار.